اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تشکر و قدرشناسی مایه رشد و توانمندی و برکت خواهد شد و هم رشد و هم توانمندی و هم برکت همه نیاز ما و شماست. پس باید برای رفع نیازمون تلاش بکنیم و میدان برای تلاش کردن باز. سلامتی هم وجود داره، امکانات هم به اندازه موفق شدن همه دارن. اگر ناموفقیتی مشاهده بشود، حتما توفیق به کار گرفتن امکانات نصیبمون نشده، که باید این توفیق را که در حقیقت چرخاننده زندگی ما به سوی توانمندی ها و خوشبختی ها و مسئولیت هاست، باید از خداوند بطلبیم و براش تلاش بکنیم. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم به خاطر با ارزشترین نعمت ها. همه نعمت های خداوند با ارزش هستند. هیچ نعمتی از نعمت های خداوند که برای بندگانش تجویز کرده و اونو به عنوان یک نعمت مباح مورد استفاده قرار داده و اجازه بهره برداری داده، همه با ارزشن. اما با ارزشترین نعمت ها هم هست. با ارزشترین نعمت ها در حقیقت دروازه خوشبختی است. با ارزشترین نعمت ها نعمت هدایت به دین مبین اسلام هست. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خوبی ها. این تعبیر دیگه نمی شود از این هدایت داشته باشیم. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خوبی ها، به همه ارزش ها، به همه پاکی ها، به همه توانمندی ها، به همه سعادت ها و خوشبختی ها، به همه مسئولیت ها. چون انسان اگر پاک نباشه، با ارزش نباشه، خوب نباشه، توانمند نباشه، مسئول هم نیست، آسیب پذیره. پس این مسائل هست که انسانو توانمند میکنه. پس هدایت به همه خوبی ها خداوند در هدایت به دین مبین اسلام قرار داده. تعبیر ما و شما از دین خدا باید این باشه که دین یعنی مجموعه برنامه‌های خوب که ماورای این برنامه‌های خوب برنامه خوبی برای خوب شدن نیست. و اگر اعتقاد داشته باشیم که خوبی ماورای دین خوب خداوند هست که بشود بهش اعتنایی و توجهی کرد، این کفر است. این متهم ساختن خداوند به قصور و کوتاهی است. حاشا و کلا. خداوندی که خودشو خیرخواه و مهربان و دلسوز و دوستدار بندگانش معرفی کرده، محال است که خیری وجود داشته باشد
اونو در دین خودش لحاظ نکند. پس این تصور باید از باورهای ما محو بشود که بدون دین هم میتونیم خوب بشیم، بدون دین هم میتونیم توانمند بشیم. شاید توانمند بشید بدون دین، اما توانمندی برای نابودی خودت و هم نوع خودت به کار میگیری. دین وقتی میاد تو توانمندی، تو ظرفیت ها اعتدال و توازن میبخشه، برکت تولید میکنه، صفا و صمیمیت ایجاد میکنه. توانمندی یا توانمندی که صفا و صمیمیت و عشق و علاقه و محبت و رشد و توسعه برای جامعه بشری نداشته باشد، اون توانمندی نیست. توانمندی که منجر به بی‌آبرویی و بی‌هویتی و دربدری و جنگ و کشتار و کینه و دشمنی و بغض و عقده های درونی تبدیل بشود، اون توانمندی نیست. پس هر توانمندی که در دین ایجاد شده، در دین لحاظ شده، اون توانمندی این خاصیت هایی که گفتم دارد، یعنی صفا، صمیمیت، برکت، رحمت، شفقت، قدرت دینی. توانمندی دینی با توانمندی دنیوی دو تاست. در اوج درخشندگی توانمندی دینی واقعا بندگان خدا از امنیت، آرامش، برکت، اتحاد، انسجام، حکمت، همه مردم حکیم شدن. حتی اون سیاه پوست حبشی برده‌ای که حق انسانیت هم نداشت حکیم شد، چون که ارتباط با حکمت پیدا کرد. دین یعنی مجموعه حکمت ها، حکمت هایی که و برنامه هایی که مبتنی بر علم و مبتنی بر حکمت و مبتنی بر ارزش هست. انسانهای جاهل در ارتباطشون با علم عالم شدن، انسانهای پوچگرا در ارتباطشون با حکمت حکیم شدن، ارزشی شدن. تاریخ اونها رو به بزرگی یاد کرد. الان اعتقاد اروپایی ها و تعبیر اروپایی ها و غرب درباره قرآن این که قرآن، با وجودی که خیلی هاشون هم اعتقادی به قرآن ندارن، اما از محتوای قرآنی که بررسی کردن بهش پرداختن، این تعبیر رو الان اندیشمندان و بزرگان و متفکرین و شخصیت هایی که مستقلن، تعصبات مذهبی و ایدئولوژیکی اونها رو کور نکرده. چون ما مسیحی هستیم پس دیگه حالا حتی اگر آیات قرآن بر مبنای علم و تحقیق و پژوهش هم حرف بزنه پس مردوده، چون که کتاب ما نیست، کتاب مسلمان هست و ما با اونها جنگ داریم و اونها دشمنی داریم. الان گفتن که تعبیرشون درباره کتاب ما، گفتن کتابی است که هیچ کمی و کاستی برای بشریت نگذاشته. مسائلی که بشریت بهش نیاز داره قرآن مطرح کرده. یعنی کم کم به این باور رسیدن، چون تنها راه امنیت ایجاد کردن و صلح و صفا رو ایجاد کردن، اصلا اسم اسلام، اسلام یعنی سلامتی، شعار اسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس عنوان اسلام یعنی بهداشت سلامت، یعنی همه مردم تلاش بکنن، چون اسلام همه برنامه هاش برای این که ضریب سلامتی رو در جامعه بالا ببرد. وقتی میگیم بهداشت سلامت یعنی سلامت در فکر، سلامت در روان، سلامت در
جسم، سلامت در اقتصاد و تجارت و کاسبی. این که بگیم بیزنس پدر و مادر ندارد، این مقوله است که مسلمان نباید همچی حرفی بزنه. تجارت پدر و مادر ندارد. در اسلام تجارت پدر و مادر دارد، چارچوب دارد، متولی دارد. برنامه دارد، ضوابط دارد. بهداشت سلامت در سیاست، در همه امورات زندگی. پس عنوان اسلام یعنی سلامتی و برنامه های اسلام یعنی به کار گرفتن سلامتی و بهره بردن از سلامتی و از سلامتی توسعه و سعادت و خوشبختی. غیر از اینه؟ این یک برنامه سالمه. امشب شما، حالا نگیم عروسی اسلامی، اصلا باور کنید بعضی موقع ما خجالت میکشیم که تو جامعه اسلامی بگیم عروسی اسلامی و عروسی غیر اسلامی، و بانیان هر دو عروسی یا احمد یا محمد یا حمید یا محمود یا عبدالرحمن یا عبدالکریم یا و عروسا و دامادام مسلمان و مسلمان زاده. مثل این میمونه که امروز به خواهری که اسمش فاطمه است بگی خواهرم فاطمه حجاب تو رعایت کن. اصلا مگر میشه که بگیم فاطمه و بعد بهش بگیم حجاب تو رعایت کن؟ بهش بگیم عبدالله و بعد بگیم ربا نخور؟ بهش بگیم محمد بعد بگیم مشروب نخور؟ بهش بگیم احمد بعد بگیم سیگار نکش؟ تناقضاتی در رفتار ایجاد شده. یعنی امروزه به جایی که توان و ظرفیت ها صرف ایجاد توفیق برای بندگانی که از دین خبر ندارند و منتظر ما هستند که بریم به طرفشون و ارشادشون بکنیم، از اون 2/3 یا 3/4 بیشتر از 2/3 جمعیت دنیا مسلمان نیستن، بریم به اونها برسیم و معظم امکانات و ظرفیت ها رو به کار بگیریم تا بتونیم اونها رو به قناعت برسونیم. توان ما، حوصله علمای ما و امکانات ما صرف بازگرداندن محمد به اسلامه، صرف بازگرداندن خدیجه به اسلامه، صرف بازگرداندن فاطمه و زینب و زهرا و کلثوم و احمد و حامد و محمود به اسلامه. چند پیش جوانی رو دیدم، میرفتم جایی دیدم که تو دستش تسبیح بود، همینجوری مهرهای تسبیح رو میشمرد، تسبیح بلندی بود. حالا خیلی خوشبینانه بگیم، حسن ظن داشته باشیم، خب با هر مهری که رد میکرد میگفت سبحان الله. نگیم حالا به قصد بازی و به قصد نمیدونم تفریح و سرگرمی و. ولی از اون طرف هم یه چیز عجیبی من دیدم، چون 2 تا دست داره دیگه هر انسانی. تو دستش تسبیح بود، هی میچرخوند. توی دست دیگهش دیدم که یه نخ سیگار هم روشنه، هر دو با هم همزمان ها. گاه وقت مهره‌ای میچرخوند، گاه وقت هم یه پوکی میزد. مشخص نیست چه کاره هست. هم به این نیاز داره، احساس نیاز میکنه که گاه وقت یه پوکی میزنه، فکر میکنه کلاسه. اون سیگار کشیدن هم کلاس داره. اصلا دیگه اصلا معتاد شدن کلاس داره. حالا معتاد دیگه چیست که کلاس داشته باشه؟ کسی که مواد مخدر مصرف بکنه معتاد، اگه میلیونر هم باشه، اگه پسر حاکم هم باشه، معتاد دیگه. به کسی که مواد مخدر مصرف بکنه، از سیگارش گرفته تا قلیونش تا بالاتر، اش میگن معتاد. حالا کلاس هم داره؟ مشروب خوردن کلاس داره؟
یعنی انسان کاری بکنه که از عالم انسانی به حیوانی تبدیل بشه، بعد بگه این کلاس هر کسی نخوره. پس این تناقضات رو باید برطرف ساخت، یا این طرف یا اون طرف. دین مجموعه برنامه‌های خوبه، ولی امروز در عالم اسلامی به خدا گفتن که ای خدا تو برنامه تو نواقص زیاده، برنامه تو نمیتونه ما رو خوشبخت بکنه، ما یه برنامه‌ای به برنامه‌های تو اضافه میکنیم. امروز اگر بخوایم اون اسلام و دین خالص و ناب داشته باشیم، باید یه غرباری دستمون باشه، باید تو مسائل اعتقادی باید غربار بشه. شاید 10,000 تا ماشین از جلو رد بشه، فقط 10 تاش نوشته فقط خدا، باقیش همش غیر خدا نوشته. میدونی چه لطمه‌ای به عقیده میزنه؟ هزارها ماشین رد میشه، یکیش فقط نوشته خدا. اونم چطوری شده؟ سیگار هم میکشه راننده، خمار هم هست، حالا فقط نوشته خدا. مثل این که تو بعضی از ماشینا او آینه جلو، بعضی عروسک، بعضی گل به روی شما، عروسک یک دختر بچه است یا زنه، بعضی حالا سگ گربه است، میمونه، بعضی تو ماشینشون سگ گذاشتن، ماشین که حرکت میکنه این هم حرکت میکنه، روبروشون گذاشتن. یعنی برای کی گذاشتی؟ برای خودت یا برای بچت؟ برای بچت هم درست نیست که مجسمه سگ بذاری تو ماشین روبروش. بعضی هم البته دور فرمان یه پارچه سبز پیچیدن، یه قرآن کوچک به اندازه 2 بند انگشت اونم کردن تو پارچه سبز دور فرمان، برای که ماشین منحرف نشه، فرمان در نره، به خاطر برکت یا به خاطر حفاظت. بعضی به جای اونایی که خیلی مذهبی هن، به جای این عروسک ها همین قرآن 2 بند انگشتی 30 جزئی تو یک جعبه‌ای دور آویزون کردن دور آینه، همینجوری رو دست اندازا تو سرعت ها و فلان و گردنه ها. قرآن اینطوری داره میشه. قرآنی که به اندازه 2 بند انگشته، اصلا خطی داره که تو بخونی؟ خطش خاناست. قرآن باید خطی باشه که انسان بتونه بخونه. خب واقعا اگر شما قرآن رو یک کتاب مقدس میدونید، این که آویزون کردی قرآن اینطوری داره به هر طرفی میره، با دست انداز و با نمیدونم سرعت و کم کردن سرعت و ترمز و دنده عوض کردن و توهین به قرآنه. اگه واقعا اهل قرآنیم، یه قرآنی به اندازه یک کف دست که خطش خانا باشه، توی جلدی تو داشبورد ماشینه، جایی 2 رکعت نماز خوندی، 1-2 صفحه هم بخون. ولی قرآن اینطوری داره میشه، دعای رکوب نمیخونه. خیلی عجیبه. قرآن به عنوان کتاب مقدس، خطش هم خوانا نیست، 30 جز دور آینه کرده، ولی اعتقادی به قرآن نداره. همین قرآن یکی از آیه هاش دعای رکوبه. سبحان الذی سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. یکی از آیات قرآن دعای رکوبه. نیاز نیست قرآن رو الاف بکنید، اینطوری گرفتار بکنید به عنوان یک دکوری، به عنوان یک دعای رکوب بخون. دعای رکوب بخون. آینه رو تنظیم میکنه. راهنمای رانندگی میگه وقتی نشستید باید کمربند نگاه بکنید، ببندید، آینه رو تنظیم بکنید، دندتون رو آزاد بکنید، بعد استارت بزنید، فلان، آینه بغل، همه چی جای خودش. ولی ما آینه رو تنظیم میکنیم که چی؟ آینه رو تنظیم میکنیم که ببینیم پشت سرمون. شما نمیدونید که وقتی نگاه میکنید تو آینه اول صورت خودت میبینید. دعای آینه چیه؟
اللهم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. خدایا همونطوری که صورت منو زیبا خلق کردید، اخلاق منم نیکو و زیبا، سیرت منم نیکو. این دعای آینه است. حالا چه تو آینه ماشین نگاه کنید، این دعاها رو باید بخونید تا همین آینه شما رو دچار مشکل نکنه. وگرنه همین آینه وقتی دعای ارزشی نمیخونید، آینه که برای نشون دادن صورت زیبا نیست، باید همزمان با صورت زیبا سیرتت زیبا باشه که صورت زیبا به تو خیانت نکنه. چرا میگن صورت زیبا، جسم زیبا، اندام زیبا، امکانات خوب؟ باید یه ظرفیت باشه که امکانات خوب و جذاب و وسیع و قوی سبب نابودی انسان نشه. حضرت یوسف خیلی جمال داشت، نیازی نداشت که نگاه تو آینه بکنه و ابروش اینطور بکنه و سرش اینطوری بکنه. یه جمال خدادادی که رسول الله صلی الله علیه و آله اونقدر تواضع داشت که وقتی صحبت از جمال میشد میگفت جمال جمال برادرم یوسف. یوسف هم در معرض فتنه صورت جذابش قرار گرفت. قالت هیت لک، هیت لک، هیت لک، من آمادم، صورت تو خیلی جذابه، اندامت خیلی شیکه، منو به فتنه انداخته. اونم زن قصر، در ناز و نعمت خدادادی، و اونم جمال و جمال اکتسابی، جمال موهوبی و جمال اکتسابی، جمال خدادادی و امکاناتی که به جمالش بیفزاید و ناز و نعمتی که درش بوده در قصر. مجذوب سیمای یوسف شد. اما سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، این نوری که تو صورتشونه مال سجده هست. اونها تحت هیچ شرایطی این نور رو عوض نمی کنن با یه برق یا یک نور مزیف. وقتی که زلیخا اعلام آمادگی کرد رفت به طرف یوسف، سیرت یوسف مانع شد که صورت یوسف بهش خیانت بکنه و قرآن به بزرگی یوسف یاد کرد. قال معاذ الله. ما داریم جمال، داریم مقام، داریم مال، اینا همش خیانت کننده هن. خوب دقت بکنید، کسی به این افتخار نکنه که تراکم نعمت ها اونقدر دور و برش زیاد شده که نمیدونه به کدوم یکی بپردازه. ماشین به جای یکی 10 تا ماشین، بهترین امکانات، خانه به جای یک خانه 10 تا خانه، مغازه به جای یک مغازه اصلا 10 تا سنتر و بازارچه، رسید بانکیش به جای $1,000,000 که بعضی دیگه میگن ما اصلا نمیدونیم چقدر پول داریم و نمیتونیم پولمون رو بشماریم. بعضی هم پست و مقام وقت نشستن خدم و حشم و قدرت میگیرن، بعضی هم جمال. بعضی پسرای فقیر جمالی دادن که دختر پادشاه دنبالشون میفته. اینا همش قدرتی است که جذب میکنه. تو تاریخ ورق بزنید میبینید که دختری یا پسری برعکس فرقی نمیکنه، جذاب، خوش صورت، از یک طبقه فقیر و محروم، دختر بزرگترین سرمایه‌دار مجذوب شده. ولی ما باید اینو داشته باشیم که اینا ابزار تسخیره، اما این ابزار اگر با یک ظرفیت تزریق نشه، با یک کمال، مال باید با کمال تزریق بشه و جمال باید با کمال تزریق بشه و مقامم باید با چه کمال تزریق بشه. کمال یعنی ایمان، یعنی بگیم خدایا این جمال تو دادی، پس برای فتنه بندگانت خدایا منو حفظ کن که در به فتنه انداختن بندگانت تلاش نکنم با جمالی که خودت دادی. نمیدونم، من تو همین کاریوم بود یا تو همین منطقه بود، گفتم که یک جوانی رو میشناسم، اونقدر این جوان خوشتیپ و
خوش صورت بدنی ماهیچه‌ای بدون اینکه پرورش اندام بره، بدنی فشرده پیچیده ماهیچه‌ای، اندامی اصلا متزن و متناسب، شیک، صورتی جذاب، بدون که پرورش اندام بره پفک بشه، قرص مصرف بکنه. ولی مؤمنه هر روز صبح که از خانه میخواد بره بیرون این دعا میکنه، تو آینه میسته، سرشو چونه میکنه. دوستانش نقل میکردن که دعا میکنه خدایا این جسم و اندام شیک و صورت زیبا خودت دادی، خدایا خواهش ازت میکنم که این صورت زیبا و جسم اندام شیک من سبب فتنه بیرون برای خواهر و برادر مسلمانی نشه، خدایا منو حفظ کن. همین دعایی که یوسف کرد برای هر یوسفی زلیخایی هست. یوسف ها تکرار میشن با کمالات. قال معاذ الله، این بهش میگن این معاذ الله در پناه خدا، یعنی کمالی که نگذاش جمال یوسف بهش خیانت بکنه. اگر نمیگفت معاذ الله رفته بود، چون آمده بود به طرفش دیگه، یک برده اسیر شده فروخته شده فقیر تنهای بیکس اجیر گرفته شده، به کار گرفته شده، به خدمت گماشته شده، مجرد خوشتیپ، هیچ کس هم نباشه بگه هی طلق چی میشه؟ یک قدرت فقط هست، اونم بهش میگن کمالی که در پناه خدا شکل میگیره و سبب نجات انسان میشه. یوسف فریاد زد معاذ الله، پناه به خدا. پس زلیخاها تکرار میشن، یوسف ها هم تکرار میشن. یعنی یه جوونی تو آخر الزمان با این اندام شیک، با این صورت جذاب، اول صبح جلو آینه مجبوره بره سر کار، مجبوره بره بازار، از گشنگی میمیره، مجبوره بره دانشگاه، باید عالم بشه، مجبوره بره ابرار معاش بکنه، مجبوره بره بیرون، مجبوره بره تفریح بکنه. انسان نیاز به تفریح هم داره، همش که نماز نیست. تو مسیر خیلی ها تو فتنه میافتن، ولی این هر روز صبح دعا میکرده جلو آینه، خدایا این اندام تو دادی، خدایا منو از به فتنه انداختن خواهری مسئول بدار، کمکم کن. امروز چقدر زمینه فتنه و فساد و دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته، برادر مسلمان برای برادر مسلمانش، برادر مسلمان برای خواهر مسلمانش، وقتی طرف عروسی میگیره ارکستر بی تقوا میاره، ارکستری که اصلا قبله نمیدونه کدوم طرفه، ارکستری که عشقش بخش مشروبات الکلی و زن و رقصیدن و خوانندگی مبتذل، حرفای پوچ، همش توهین به من و تو داره میکنه، به شنونده هایی که کت و شلوار پوشیدن، دانشگاه رفتن. شما یه لحظه گوش میدید که این ارکستر چه داره میگه. اگه خوب تو اصلا اون ارگی که داره میزنه تو نخش نرید، برید تو نخ کلماتش که حرفش چیه، به من و تو و ناموس من و تو چه داره میگه. مستم هست، سکرانم هست، هیچ چیزی اشباش نمیکنه مگر این که دخترای جوان ببینه جلوش برقصن. و صحبتاش چی اصلا؟ برید تو نخش، بعد متوجه میشی که ما چی کار داریم میکنیم. تازه پولم بهش دادیم با هزار ناز و منت، حالا آمده مشروبم خورده، حرفای بی ربط و دریبری و فتنه انگیزی هم داره میکنه، براش چهچه و بعد هم میزنیم. عجب خواننده بود، چی میخون؟ چی میخون؟ چی آوردی سر عروسیت؟ کی آوردی سر عروسیت؟ کسی که اگر یه ذره برکت هم تو زندگیت هست، همون یه ذره برکت هم از نسل گم بکنه. این افتخاره که بگن تو عروسی فلانی ها اینقدر مشروب خوردن، اینقدر رقصیدن. این آمار به دردت میخوره؟
به نظر شما این آمار به دردمون میخوره؟ اگر قرار باشه از مجالس عروسی ما فرشتگان خدا آمار بگیرن، تعداد نعشه، اونایی که نعشه بودن، سکران بودن، تعداد خواننده ها، تعدادی که میرقصیدن، تعدادی که چشمچرانی میکردن، من و تو شاید ندونیم، ولی فرشته ها دم در اینا مست بودن رفتن داخل، اینا آمار مستا رو بگیرن بعد به خدا بدن از عروسی فلانی. یا فرشتگان آمار باوضوها رو، تو عروسی فلانی 50 تا حافظ قرآن بود. چقدر انسان‌های محترم نماز عشا خونده بودن؟ یعنی 99% اون مجلس نماز عشا رو خونده بودن با وضو، وضوشون هم باطل نشده بود. با نیت خیر بریم یه چیزی یاد بگیریم، ایمانمون افزایش پیدا بکنه، بریم توی این عروسی که سالمه، با برکته، امنیت داره، تقوا داره توی این عروسی، مال و ناموس و شخصیت و دین و هویت و اصالت انسان زیر سوال نمیره. همه این نیت‌های شما و حرکت‌ها و آمار رو فرشتگان بدن، روز قیامت هم پرونده باز بکنن عروسی شما این همه با وضو و با تقوا بود، عروسی آقا اون برادر همسایه 50 تا مشروب خوار توش بود. مثلا فاجعه هست. در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین است. چرا خدا رو متهم میکنیم؟ چه راحت. دین جوابگو نیست، دین جوابگو نیست، به همین راحتی. دین برنامه نداره. دین برنامه نداره؟ کی برنامه داره اگر دین برنامه نداشته باشه؟ چند صدمه این دینم که مونده به ما رسیده. به گفته امام مالک رحمت الله علیه میگفت حدیث تو مدینه یک وجب همین حدیث میره خراسان و میره عراق برمیگرده 1 متر میشه، تو هم مسیر کم کم وصله میزنم. قرآن متروک، سنت متروک، ناخالصی آوردن تو دین، بدعت و سلیقه های شخصی طوری تبدیل به دین شده و ریشه دوانده، حالا جزء عقیده ها شده. دیگه خیلی هم میگن که ملای قدیم، ملای قدیم، گپ ایواتی و گوش مده، عالم اتاد مثل نمیدونم فلان. با احترام به علما و ملاهای قدیم، ولی ما 2 تا مصدر داریم که دین ناب و ناخالص رو باید عرضه بکنیم. بره اونجا انسان که عقل و شعور داره، نه هرچی ملای قدیم گفتن رده، نه هرچی ملای جدید گفت قبول چشم بسته. انسان که صاحب عقل منطقه. یه جایی رفتم عروسی، گفتن درباره مهریه بگو، 250 300 سکه 500 سکه 1000 سکه. خودش تعریف میکرد، میگفت تو شهر ما من میشناسم 12 نفر به خاطر مهریه الان دادگاهن. 12 نفر به خاطر مهریه الان دادگاهن، هنوز 1 سال 2 سال از ازدواجشون نگذشته. اون موقع نمیدونم انسولین زده چه زده نشه بوده، گفتن 200 سکه، گفته 500 سکه. کلاس دیگه ها، مهریه 500 سکه بزن. مثل که هر کسی گفتم 500 سکه، این کلاسه، یعنی اعتبار خانوادگی است. بعد که حالا حالش با کوچکترین اختلاف و نمیدونم مشکلاتی که میاد تو زندگی، حالا چه پاشون به دادگاه، تو سندش هم زده 500 سکه. حالا برو کمش کن. عشق و محبت همه رفت، 6 ماه هم از ازدواج بیشتر نگذشته، 10 میلیون هم تو عروسیش، تو جشن عروسیش و خرج و مخارج چه خرج کرده. حالا زنش هم تابعش نمیشه، داراش تمکین نمیکنه. 500 سکم به اسمش زده. اون موقع تو عروسی دست چطوری میکرد؟ خوب میرقصید. حالا همون 2 دستا که اونطور خوب میرقصید باید بذارید تو دوست سر خودش. پله های دادگاه میگفت 12 نفر همین 300 سکه 500 سکه الان دارن میرن دادگاه میان، دارن میرن دادگاه دارن میان، میرن دادگاه میان. 6 ماه 8 ماه 1 سال هم بیشتر نیست. بعد این دوستمون میگفت
یک سر حل مشکل تو دست شما علماست. راست میگه. یک سر حل مشکل تو دست شما علما و مله هاست. پدر مادرش بیامرزه. بعضی موقع رفتارهای اجتماعی نادرست ریشه داره تو مله ها و علما، ولی همیشه اینطوری نیست. میگفت شخصی میاد صیغه عقد جاری بکنه، حدیث برکت زن رو نمیگه، دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای برکت کرده برای زن مسلمان نمیگه به اون داماد، به اون عروس، به خانواده عروس، به مادر عروس، به پدر عروس نمیگه که پیامبر چی گفته درباره زن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته، فرموده که با برکت ترین زن زنی است که مهریش کم باشه، خرج و مخارج عروسیش سبک باشه. گفته این زن اگر نصیبت بشه با برکت ترینه. خب باید بگه به این دختر مسلمان که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای برکت برای تو کرده، ولی کلید برکت دست خودته. این دعا زمانی مستجاب میشه که تو بگی یک سکه، تو بگی 2 سکه، اصلا تو بگی 19 مسقال، ولی 1000 سکه. من اگه سوال بکنم اونایی که 19 مسقال بودن الان 50-60 سالشونه، معذرت میخوام، چند درصدشون مهریه زنشون پرداخت کردن بعد از 50 سال؟ اونایی که 19 مسقال بوده کسی پرداخت کرده؟ کسی پرداخت نمیکنه. همین چند روز پیش یک عقد بوده 1000 سکه، 1300 خورده سکه بنزه سال تولدش. حالا دیگه رسمه که سال تولد دختر، اگه 1300 فلان شد 1300 سکه. بعد هم تو چونه زدن تا به 300 سکه استقرار پیدا کرده. هنوز عروسی نکردن اختلاف، هنوز عروسی نکردن اختلاف شدید، دعواست الان، هنوز جشن عروسی نگرفتن. پسره به گمان خودش زرنگی کرده، دختره رو مخفیانه برده پیش همون کسی که صیغه‌شو خونده، گفته این راضی است که من چه 300 سکه‌شو ببخشه. دخترم گفته چه هر 300 سکه حلال. خب پس این چه کلاسی بود که تو سفره عقدت گذاشتی، تو جلسه عقدت گذاشتی 1300 خورده ای، بعد کم کم چه چونه و دعوا و بزن و بگی رسید به 300 سکه، بعدم رفتی اونجا. از همه اول بگو یک سکه، یک سکه. بعدم تو قوالش بنویسی تو سند ازدواجش 1 سکه مهریه سفر حج هدیه‌ای چه برای خودم و همسرم با هم بریم. چرا این عزیزمون میگفت یک سر نخش تو دست شماست؟ راست هم میگه. میگه بعضی موقع ملا میاد یا کسی که صیغه میخونه عاقد میاد، اگر گفت که 500 سکه درصد خودش بالاتره، اصلا نه الف نه میم میگه، هیچ نمیگه، نه نصیحتی نه چیزی نه تذکری، سکوت مطلق. چه بگن 10,000 سکه چه بگن 1 سکه براش فرقی نمیکنه که حداقل تشویقی بکنه، بگه جزاکم الله خیر 1 سکه، این طبق حدیث پیامبره، همین دهن به دهن بشه. من 2 خاطره دارم. 2 تا عقد رفتم، عقد زیاد رفتم ولی 2 تا عقد رفتم، از من خواستن که شاهد بشم. پدر داماد آمد نشست، پدر عروس آقای خطالی هم بود، سلام باعث خدا حفظشون بکنه، شیخ هادی بود اونجا، دوستان بودن. بعد پدر عروس گفت 150 سکه. من گفتم من شاهد نمیشم، یعنی ما رو دعوت کرد اینجا شهادت بدیم امضا بکنیم، من شاهد 150 درسته حرام نیست ولی من شاهد نمیشم. سالواس هم گفت من صیغه نمیخونم، شیخ هادی هم گفت من شاهد نمیشم. چیزی نمونده بود که بلند بشیم. پدر عروس گفت یه چند دقیقه صبر بکنید، رفت تو اتاق، برگشت میخندید.
رفتن تو اتاق مشورت کردن، برگشتن گفتن پس اگر اشکال داره بهترین زندگی هم دارن میکنن، حالا 10 سال دارن زندگی میکنن با همون یک سکه، ولی من خاطره تلخ 1000 سکه ای دارم که 6 ماه طول نکشیده. نه یک مورد، صدها مورد. وقتی توی یه شهر میگه چه؟ توی یک شهر میگه که 12 تا الان دادگاهی هن، هنوز 2 سال 1 سال از ازدواجشون نگذشته، عاقبت به خیری نداره. چه لزومی داره بری قرض بکنید که ارکستر بیارید؟ چه لزومی داره بری قرض بکنید شام بدید؟ شربت و شیرینی ساده، یعنی اگر کسی از اون گوشه کارین آمده تو خونه ما بیاد شام بخوره. ما باید تو امروزه کمک بکنیم که جوان با ساده ترین امکانات بتونه، یعنی اگر پولی داشته باشه 2 تا سنگ 2 تا بلوک 2 تا آجر رو هم بذاره که سرانجام بگیره، نه اینکه بریم پلاوش بخوریم شکستش هم بدیم. از اون طرف میگیم چه عروسیت مبارک، ولی از اون طرف بدبختش کردیم. از اون طرف میگیم عروسیت مبارک، از اون طرف سبب شدیم که اونقدر هزینهش بره بالا تو خرج و مخارج همین پذیرایی ها و نمیدونم فلان و ارکستر و فلان. و یکی میگه من میخوام عروسی شاد باشه، این ملاها نیاریدا. یکی میخوام این ارکستر فلانی باشه، همه دارن سفارش میدن، درخواستی دارن. یه نفر نیست که کمکش بکنه، بعدم میان همه دست به کمر میزنن انگار که یه غریبه داره عروسی میکنه. عروسی یک فرهنگ جمعیه. بگردیم به قدیمامون. عزاداری یک فرهنگ جمعیه، عروسی یک فرهنگ جمعیه. وقتی کسی مریض میشه، مشکلی پیدا میکنه، تشییع جنازه یک فرهنگ جمعیه. دین ما دین جمعیه، تعاونوا علی البر و تقوا. قدیما تو روستاهای اطراف بندرعباس، یعنی حدوداً 50 سال پیش نقل میکردن، ما هم گوشی یاد میدیم، ولی الان دیگه نیست. مردم اونجا با هم جمع میشدن، از استا و کارگر و فلان، همه مردم میرفتن خانه یه نفر رو میساختن، خانه پسر فلانی کامل میکردن، کارگری میکردن بدون دستمزد. بعد نوبت خانه پسر اون که میرسید، دوباره چه همون صاحب خانه‌ای که براش خانه درست کردن، این فقط مصالح می آورد، دیگه کارگری و اینا اصلا کسی دستمزد نمیداد. دوباره میرفتن خانه اونو کارگری میکردن. ولی امروز پیمانکار از مسجد میخواد بدزده. اگر کسی بهش چیزی گفت پول خیرن، تو بچه حسودیت نبوده، باور بکنید پول خیره، تو چرا حسودیت میشه؟ طرف که میلیونره. حالا اگر 8% نشد 10-12%، چه از اون کم میشه؟ عاقبت به خیری نداره. تو عروسی کسی دستش نمیگرفت که اینجا من این قومکش دامادم یا عروسم یا همسایشم یا دورترم. تو بحث دفن مرده باور بکنید الان ما ببینیم سر قبرستون یه تعداد دست به کمر زدن ایستادن، سیگارم روشن کردن سر قبرستون، بعض موقع پا روی سینه یه نفرم میذارن. آداب قبرستون اینطوری توف دهنش هم مینداز رو قبر یه نفر.